این مکتب از سوی بنیاد خیریه شاه مردان و همکاری باشندگان دره ترگان ولسوالی جغتوی ولایت غزنی به ارزش 2,80,000 افغانی در زمینی به مساحت 300 متر مربع ساخته شده است که دارای 6 صنف درسی، یک سالن و یک حمام می باشد. مسئولان معارف این ولایت حین افتتاح این مکتب بیان داشتند که تلاش می نمایند در رابطه با تشکیلات و مواد درسی این مکتب اقدام نمایند. دغه ساحه لکه مثلا دغه ترگان ساحه چې د جغتو ولسوالي یا د ناوې ولسوالي ده یا مثلا داسې د ګیرو ولسوالي چې مخته کار نه ده ورته سوی، نو موږ په د ریاست معارف د لزومدید له مخې دغه ساحې ټولې انشاءالله په اول قدم کې دي چې د تعمیر په بنا باندې بیا کار کیږي، د اداري موادو په بنا باندې بیا کار کیږي، تدریسي امورو باندې بیا کار کیږي. نو انشاءالله موږ متوجه دغه مشکل لیدی ته. این مکتب در زمینی به مساحت 300 متر مربع بنا شده، حدوداً 22,80,000 افغانی هزینه برداشته که دارای 6 باب اتاق درسی، یک سالن و یک تا حمام می باشه. شاگردان این لیسه می افزایند قبل از ساخت این مکتب با مشکلات زیادی مواجه بودند. استاد کمبود بود و صنف‌های درسی نبود، خیمه هم در این وقتا تازه جور شده. دیگه خیلی خوشحال هستیم که به همین مکتب تازه که ساخته شده، دیگه خیلی خوشحال هستیم. از جور شدن ساختمان جدید لیسه بالاسر ترگان بسیار خوشحال هستیم، به خاطر که در سالهای مختلفی که ما درس می‌خواندیم که تا صنف 12 ما رسیدیم، مشکلات واقعا زیاد بود. ما چندین سال را در زیر خیمه ها و در سایه ها و در آفتاب سوزان به سر می‌بردیم و از این کار ما بسیار خرسند هستیم. با گفته مسئولان بنیاد خیریه شاه مردان، 8 گام آبادی در مرکز و ولسوالی های این ولایت از سوی این بنیاد برداشته شده است و تلاش می نمایند در سال آینده نیز به فعالیت هایشان ادامه دهند.